سلام، وقت بخیر. امروز میخوایم با برنامه ویرا آشنا بشیم. یه هوش مصنوعی کاملا رایگانه و ایرانی هم هست. قسمت های مختلفی داره، حتی عکس هم تولید میکنه که آخر سری براتون توضیح میدم. از اینجا چتشه، مثل چت جی پی تی میتونید باهاش صحبت کنید. مسلما سرعتش به چت جی پی تی نمیرسه، ولی خب تو این موقعیتی که فیلترینگ و اینترنت ها قطعاً بهترین گزینه است. حالا من یه چیزی براش می‌نویسم، ببینید به راحتی جوابمو میده. قسمت بعدی پالت یا همون ویرایش عکسه. این قسمت بخش‌های مختلفی داره که چهره کارتونی میکنه، افزایش کیفیت میده، تغییر پس‌زمینه و حذف اشیا داره. حالا میریم چهره کارتونی. این قسمت یه تصویری از گالریمون انتخاب میکنیم و وارد برنامه میکنیم. از اینجا زیرش قسمت‌های مختلفی داره. عکس سیاه قلم میکنه، کارتونی میکنه، فانتزی، آبرنگ، پاییزی و قسمت‌های مختلفی داره. حالا من عکس اصلی رو میدم، حالا چیزی که دوست دارم رو میزنم. میگم خودت هر کاری دلت خواست باش بکن. و چند ثانیه بعد صبر کنین تا عکس براتون بسازه. حالا من کارتونیش میخوام کنم. عکس کارتونی که میکنه چند ثانیه بعد صبر کنید. ببینید به این صورت قشنگ عکس کارتونی شده. خیلی هم زیباست. قسمت بعدی افزایش کیفیته که خیلی هم به کارتون میاد. عکس بی کیفیتی رو انتخاب میکنید، وارد برنامه میکنید، بعد از اون قسمت تاییدش رو میزنید و یه چند ثانیه باید صبر کنید تا عکس رو کیفیت بده. بعد که عکس کیفیت داد قبل و بعدش رو بهتون نشون میده و کاملا مشخصه که ببینید چقدر عکس من کیفیت داده شده و تغییر کرده. بعدم از اون قسمت بالا دانلودش رو میزنید و داخل گالریمون ذخیره میشه. دو تا قسمت بعدی رو باید تو بازرسانی جدید ازش استفاده کنید، ولی تغییر پس زمینه است که راحت میتونید یه عکس بهش بدین پس زمینه‌تون رو تغییر بده. بعدش هم که حذف اشیا، مثلا یه عکسی بهش میدین، یه درختی، انسانی، چیزی که نمیخواید و باش میکشید و پاکش میکنید از تصویر. قسمت بعدی آوانگاره، صوت به متن، یعنی یه صوت، یه فایل بهش میدین یا ضبط شده یا خودتون اینجا ضبط میکنید، بعد اون فایلتون رو، صداتون رو به متن مینویسه. قسمت بعدی آواشوه، متن به صداست. برعکس اینجا یه متن مینویسید، بعد چند تا گزینه داره که هم خانم هستن هم مرد، یکی رو انتخاب میکنید، تایید میزنید، یه چند ثانیه صبر میکنید و صدا رو براتون تولید میکنه. راحت برای ساخت کلیپاتون میتونید ازش استفاده کنید. برمیگردیم. قسمت بعدی هماهنگه، تغییر صدا. یک صدا بهش میدید، بعد با سلبریتی های مختلف و آدم های مشهور میتونید صدا رو تغییر بدید. حالا بریم سراغ ساخت عکس که بهش میگن ایماژ. اینجا تصویرهایی که من قبلا ساختم فقط با یک جمله کوتاه بوده، یعنی پرامپت دقیق اگه بهش بدین خیلی دقیق‌تر براتون میسازه. حالا باز من اینجا یک جمله کوتاه بهش میگم، فقط به خاطر اینکه تصویر رو تولید کنه برامون. مثلا من میگم یه جنگل سحرآمیز میخوام، رنگی رنگی باشه و اینجا هم زیرش انواع مختلفی داره، واقعی، کارتونی، خمیری، فانتزی، سه‌بعدی. حالا من فانتزیشو میذارم چون جنگل سحرآمیزه فانتزی تر در بیاد. ولی اینجا باید یه 3-4 دقیقه صبر کنید. بعد اینجوری یه تصویر همچین چیزی برامون تولید میکنه و راحت از قسمت بالا میتونید دانلودش کنید و خیلی به کارتون میاد. اگه سوال دیگه در مورد برنامه داشتین یا اگه سایتشو میخواین کامنت کنید.